همیشه عینک میزنی؟ نه همیشه. من گفتم عینکتون رو برداریم. ببخشید نه. میدونید که مرحله آخر ارزیابیتونه. چه ویژگی داره که فکر میکنید میتونین اینجا استخدام شید؟ خب فکر میکنم طرحی که ارائه دادم میتونه یعنی تاثیرگذاریش. حالا این مال کیه؟ آقا نرسیدم دم کنم. ببرش. تازه دمشه براتون میارم. بفرم. بله به جزئیات اهمیت میدم. نظم و انضباط برام مهمه. پس ما کسی که اجازه تمیز کنیم؟ آقا درستش میکنم. چقدر زمان میبری برسی اینجا؟ حدوداً 1 ساعت. چیکار میکنی عزیز من؟ جمع کن برو. نمیخواد. جمع کن برو. چه غلطی کردم این استخدام کردم. گفتی چند دقیقه؟ 55 دقیقه. اون برم یه تیکی شیش هست. اونجا چپ، سمت چپ. اینجا نه، اون ور نگاه. چپ رو نگاه کن. این ور نگاه نکن، اون ور میگم چپ. دست چپتو بیار بالا. بس کنین آقا. این رفتارتون اصلا درست نیست. صبر کن خانم. اگه دیرتر کنش نشون داده بودی رد میشون. حالا بفرمایید کارگزینی کارهای استخدامتون انجام میدید. ایده درست بود ها؟ نفر خیلی خوب بازی کرد. حالا آل پاچینو یه چای برد بیار. من تازه